سلام. بالاخره آرمان آپدیت شده رو میتونین ببینین و براتون کلی سخنرانی کنه. طبق معمول حرف جذاب بخوام بزنم، تا آخر ویدیو نگاه میکنین. من چند ماه پول در نیاوردم، این ویدیو رو تمام تبلیغاتش رو نگاه میکنین، یه دور دیگه هم دوباره نگاه میکنین. خیلی دیگه آرمان جدید چقدر بانمک شده. سلام به همه اسپارتان های گل گلاب. امروز بنده از زندان در اومدم و بالاخره دوباره تونستم کارم رو شروع بکنم و علت و دلایل این که کانال بنده به فنا رفت. کانال اولم الان میگم چرا داره تو کانال دومش سخنرانی میکنه؟ این سخنرانی ها برای کانال اول، نمیتونم اونجا ویدیو بذارم چون که آره دیگه هیچی درآمد نداره. منم چون که کلا به خاطر پول اومدم سمت یوتیوب. یه سری چیزا رو اصلا آدم نباید بگه خب، ولی من صداقت دارم بجاش. خب یوتیوبر با صداقته. نه جدی جدا از شوخی، ویدیوهای من کلی خرج داشت، از جیب نمیتونستم بدم و اونجا کلی خرج کنم و ورشکست بکردم. حقیقتا در نتیجه استوب دادیم و میخوام امروز تو این ویدیو بریم سر اصل مطلب، توضیحاتی بدم راجع به این 4-5 ماه گذشته چه اتفاقایی افتاده تو زندگی من و اینکه اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. بذارین شاید از اولین سوالی که واسهتون پیش اومده، بک‌گراند چی شده که تغییر کرده؟ این چیه؟ پرده است. اوه آره پرده است. تراس خونه تراس داره. الان بهتون همه رو توضیح میدم. از 5 ماه گذشته بنده درگیر کارهای این خونه بودم، چون خونه رو خام گرفته بودم و کابینت نداشت، رنگ نداشت، دیواراش لاینر نداشت، قرنیز نداشت، هیچی نداشت. خونه لخت بود، شیرالات نداشت، هیچی نداشت و من تو این 5 ماه تقریبا 4 ماه درگیر این جریان بودم. یعنی تو تایمی که اینترنت ها قطع بود من درگیر خونه بودم، یعنی کلا صبح تا شب دهنم سرویس شد سر این خونه تا کارا ریز بریزش انجام شد. یعنی اصلا نگم واسهتون، تو ویدیوی هاوس تور میذارم براتون، هم شعاف کنم هم اتفاقات بد رو بهتون میگم که چه اتفاقای بدی افتاد. جابجا شدم، چند وقتم درگیر جابجاییش بودم و بعد از اونم که خرید وسایل خونه و اینطور چیز میداد. جهازم الان نه هنوز کامل نشده، ولی خب بد نیست. دختر خانمای عزیز حتما با سال گود. و این وسط کمر منم خوب شد، کمر من استراحت کرد، نه باشگاه رفتم نه نشستم کار کنم. این دوتا باعث شد کمر من خوب شه. ولی من چی؟ نشستم 12 ساعت رزیدنت ایول 2 رو تموم کردم که تو ویدیو بعدی تو اینتروش گفتم. آره کمر دوباره به فنا میره. الان 10 جلسه دوباره فیزیوتراپی رفتم، دوباره دارم سعی میکنم آروم الانی که میخوام دوباره کار کنم نمیتونه استراحت کنه کمر بنده و دوباره بعد خوب شه. تازه یه چیز جذاب‌تر این که سوپرانوس 5 فصلش رو نشستیم با مهدی اسکورپوروی وسط دیدیم، خیلی جذاب. فصل آخرش قراره به زودی تمومش کنیم. سریال خفن‌تری میدونین تو کامنت ها برای من بنویسین. و سوال مهمتر، برنامه این کانال چیه؟ کانال دوم که ما تأسیس کردیم، کانال توپس گیمینگ، تو این کانال قرار بیشتر بازی بذاریم، ولی کانال بنده دیمانیتایزه. آها میریم سر دیمانیتایز شدن کانال اولم که بدونیم چی شد. کانال اولم یوتیوب یهو هرش گرفت، گفت آره عزیزم تو کانالت به یه کانال دیگه وصل بوده که ما اونو دیمانیتایز کردیم، یعنی درآمدزاییشو قطع کردیم، در نتیجه تو رو هم قطع می‌کنیم. بعد از 7 سال کار کردن، 1000 تا ویدیو گذاشتن، آره یوتیوب اینجوری قشنگ کانالو کشت. و از اونجا یوتیوب گفت اوه اگه فکر میکنی که ما اشتباه میکنیم یه ویدیو بساز توش انگلیسی حرف بزن که ما بفهمیم که اوه تو کانال جدیدی نداری و ما اشتباه کردیم. و من اون ویدیو رو ضبط کردم با کلی بدبختی. Hello YouTube team, this is my channel URL youtube.com/@teoss. و واسه شون فرستادم و اصلا ویو نخورد اون ویدیو و در جا درخواست من واسه اینکه آقا دوباره چک کنین کانال منو ریجکت شد و رفت واسه 3 ماه بعد.
یعنی تقریبا 1.5 ماه دیگه، خب 30-40 روز دیگه تازه من میتونم درخواست بعدی رو دوباره بدم. نمیدونم، واقعا نمیدونم قرار چه اتفاقی بیفته سر اون کانال و اصلا مانیتایز شدنش فعال بشه یا نشه. در نتیجه ما از الان فعالیت اون کانالو میاریم تو این کانال، یعنی توسگراما هست، سرکو نخندی هست، سیرک دیجیتالی هم مهراد اگه بتونه دوبله بکنه با بچه‌ها، یعنی بچه‌ها جمع بتونه بکنه میذاریم و همه اینا هست، همه این برنامه هست تا اینکه تکلیف اون کانال مشخص شه. وقتی که اون کانال تکلیفش مشخص شد این میشه کانال گیمینگ، یعنی روبلاکس و کلش رویال و همه اینا میاد اینجا. خب دیگه اونجا هیچ نیست، اونجا فقط ریاکشن و آره اونجا دیگه چیز گیمی توش دیگه نداریم، نه گیم داریم نه واقعنی داریم دیگه. نمیدونم چی قرار بذارم توش و خلاصه که این کانال هر موقع میبینین سابش کنین، حتما سابتون نپره که اینم یه خورده بیاد بالا تا اون موقع بنده بتونم یه کوچولویی فعالیتمو اینجا براتون انجام بدم. و دمتون گرم که اینقدر حمایت کردین، اینقدر تو دایرکت ها به من پیام دادین که حالت چطوره، خوبی، چه خبر، سیویل گذاشتی، سیویل بهت نمیاد بزنشون. من خودم میدونم کی چی به میاد کی چی به نمیاد، کسی از شما نظر و خلاصه که هر روزی که میره جلوتر امید من نسبت به این کانالی که زدم و 7 سالی که روش کار کردم کم و کمتر میشه. اول از همه یوتیوب بود که زد ایرانی‌ها رو 70% شناسایی کرد، بعدش هم که اون اتفاقا افتاد اینترنت ها قطع شد دیگه کلن صفر شد، بعدش این اتفاق یه بار دیگه هم سر ما افتاده. آخه من هر موقع کانالم اوج میگیره کله میکنه میره رو به بالا گن میخوره توش اینترنت ها رو قطع کنه. بابا نکنین، بذار من یه خورده پا بگیرم، بس دیگه خستم کردین. و آره تمام تلاشا و تمام اون موتیویشن هم یهو با یه مشت ان میخوره. یعنی آره جوان ایرانی، آره کسی هم که تلاش میکنه اینجوری میشه، طوری نیست. من پوستم کلفتر از این جریانه، در نتیجه ادامه میدیم و مهم نیست که اصلا چه اتفاقی قرار بیفته در آینده. مهم اینه که با هم در کنار هم دیگه ته تهش هر چیزی هم بشه آپارات میریم استریم میکنیم. حتما اونجا منیم اسمش هم نمیاریم، فعلا اسمش نمیاریم، ولی چون یوتیوب من انداخته بیرون من میرم اونجا. حالا این کانالم یوتیوب میزنه عجب میکنه. و حقیقتا تو این دوران تنها پوینت منفی که واسه من داشت این بود که زمانی که کانال درآمدزاییش قطع شد و اون فشاره که از قبل بود که آره کارت به فنا رفته هیچ درآمدی نداری رو هم انباشته شد، من گفتم خب چی کار دیگه میتونم بکنم، چه کار دیگه ای میتونم بکنم؟ مثلا برم بیرون دم بونگا وایستم مثلا املاک داداش بیا اینو زیر قیمت برات، یا یه کار دیگه ای بکنم. دیدم کمر که ندارم، چشم ندارم، زانو هم دردش اضافه شده. من زانو رو دیگه کجای دلم بذارم؟ جفت زانوام در حد نیم ساعت وای میستم درد میگیره. من رفتم عکس MRI گرفتم از 4 ناحیه بدنم، کمر، گردن، زانو راست، لگن. و زانو گفت سایدگی غضروف داری دیگه، مهرای کمرم هم گفت که کوچولو بیرون زدگی خفیف داری، باید مراعات کنی. ما داریم سعی میکنیم مراعات کنیم، ولی نمیدونم اگه این کارا قطع بشه من قرار چی کار کنم. خلاصه که دهنمون کلن از همه بر سرویس شده، یعنی هر موقع 2 نفر دیگه دعواشون میشه ما این وسط سرویس میشیم. مایی که میگم شما هم هستین. خب من به نوبه خودم، ما یوتیوبرها به نوبه خودمون، شما هم به نوبه خودتون، هر کسی دهن این وسط بذار خلاصه مردم دهنشون سرویس میکنه. در کل هر سوالی دارین، هر مطلبی هست تو کامنت ها برام بنویسین تا تو ویدیوهای بعدی راجبشون بیشتر توضیح بدم. راستی یه هرکول دیگه هم بنده خریدم آبی رنگه که اونم به زودی میارم بهتون نشونش میدم تو ویدیو. و دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودین. این کانال حتما داشته باشین و خدا نگهدار شما.